إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و گرامی، حاضرین محترم، همه شما را به روز این سعید، روز بندگی خدا، روزی که قدر و مقام و حرمت خاصه در پیش خدا دارد، تبریک و تهنیت میگویم و از خدای مهربان عاجزانه خواهان می‌کنم که خداوند تا این روز هفته هر عبادت هایی که از شما گذشته بود، خداوند در این روز جمعه او را کامل گرداند و از شما آن عبادت ها را خداوند قبول گرداند و تا هفته های آینده باز خداوند برای شما توفیق و برای شما اجرا کردن عملهای صالح را نصیب و روزی بگرداند و تمام آن برادرانی که از راه‌های دور و نزدیک در این مسجد حضور دارند، خداوند عبادت‌های را قبول گرداند و صحت و سلامتی برادران ما را بود و خانواده‌هاشان بسازد. جمعه گذشته ما برادر عزیز اطراف احترام همسایه و گوییم قدردانی، اندیشه های خوب، نیت های نیک در حق همسایه کمی بیان کرده بودیم و این روز هم که باشد میخواستم دوام حدیثی که من جمعه گذشته انجام دادن نتوانستم و را برای شما که در باب همسایه بود میخوانم و بعدا خدا خواهد باز از دوام او آن حدیث هایی که نزد ما هست و شما بیان نمایم. فقط و فقط برادرای عزیز و گرامی، همه این زحمت ها، همه این تیاری ها به خاطر آن است که وقتی ما اطراف هر یک موضوعی که برآمد خاصه داریم و از آیت های قرآن، حدیث های رسول اکرم به سمع شما میرسانم، شما هم فراموش نکنید که برای شما عمل کردن بعد شنیدن ضرور میگردد. اگر شما اطراف همسایه تاها چیزی شنیده باشین ولی تاها که اصلاح نشده باشین یا تاها که فکرهای خودانه، اندیشه هایی که قبلا داشتین، بدی و حسد و کینه‌ای که نسبت همسایه داشتین و قهریگی که با همسایه هاتان داشتین، اگر امروز هم بیان ببینید که از شما چیز تغییرات پیدا نشود، پس همان سخن پیامبر خدا که اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، شما وقتی که از خدا که شرم نکردین، پس هر کاری که میخواهید در حق همسایه هاتان کردن گیرید، زیرا که شما از خدا شرم نکردین. شما از آن چیزی که به گوش شما رسید در اطراف احترام همسایه شما که به جان آوردین، پس شما از خدا شرم ندارید. پس برای شما در هر کاری که در حق همسایه ها کردن میگین، گویید که برای شما جایزی پیدا میکنه. جایزی به معنایی که دیگر برای تو حل مشکلات دیگر نیست. گفتی شیخ سعدی رحمت الله علیه، آن کسی که قرآن و خبر زور نرهی، آن از جوابش که جوابش ندهی. هر کسی را که قرآن و حدیثی اصلاح نکرد، پس در برابر این خیلی انسان ها حضرت گفتن سکوت
خاموشی را اختیار کنید. باید حدیث این انسان که بیدار نکرد، اصلاح نکرد، پس این دعواها و پس این قدر محنت و زحمت‌های شما و اون چیز بردباره نمی‌آورد. و این خاطر برادر عزیز، علی خصوص کلانتران محترم اینجا پدرها نشستند، شاید آینده ها صدای من خواهرها بشنوند، مادرها بشنوند که اکثر جنجال ها هم از حساب خانوادگی ها هست، از حساب زن ها می شود، از حساب فرزند ها می شود و گوش شما که رسید، شما که اگر بعد شنیدن در اجرا برآمدید، خدا بالای شما مهربانی می‌کند و اگر شما بعد شنیدن بعض جوابهایی که گویند امکانیت ندارد یا نمی‌شود، با همسایه‌های ما خوبی کردن معنی ندارد، اگر این گونه جواب از شما سر زد، پس برادران عزیز در پیش خداوند شما جوابگر هستید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید اولین جنجالی که در روز قیامت بین بنده ها حل می شود جنجال همسایه هاست. از روی جنجال ها که خداوند هر یک کار بنده ها را حساب می کند، اولین جنجالی را که در روز قیامت خداوند حل می سازد جنجال همسایه داری است که خدا نامراست با فایده که حل می شود. خدا نامراست که ما در دنیا چی همسایگی ها کردیم. برای برادر عزیز، کدامی در خانه های زمینی هستیم، کدامی در سکسیه ها زندگی بکنیم. فراموش نکنیم که هر یک شخصانی که پهلوی شما هستند همسایه های شما هستند. حتی حدیث ها دلالت میکنند که از 4 طرف ما تا 40 نفر پهلوانی که داریم همش همسایه های ما هستند. و این خاطر 40 خواجگی که از راست ما، 40 خواجگی که از چپ ما، 40 خواجگی از پیش ما، 40 خواجگی که از حساب پشت خانه ما حیات میبرند، اونا همسایه های ما هستند. نسبت اونها باید که ما خوبی های خیلی زیادی داشته باشیم. برادر عزیز، امروز اکثر همسایه داری ها رو ببینید که اینجا من یک حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که نویسانت گرفتم، یک شخص میگن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله فلان تو تصوم النهار و تقوم اللیل. پیامبر خدا گفت یک شخص در اطرافش من برای یک معلوماتی هم یک زنی هست گفتن بسیار روزها روزدار است، شبها تا بر روز نماز میخواند، ولی تو روز جیرانه ها ولی این قدر قصت ناخوبی دارد که همسایه های پهلو را آزار دادگی هست. اطراف این زن شما چی گفتنی دارید پیامبر خدا؟ روزدار شب و نماز، ولی همسایه ها را اطراف خدا بسیار آزار داده است. اونا از دست این داد میگویند خیلی مشقت و مشکلات زیادی را از پشت این زن تحمل دارند. در حق این زن چیز حکم شریعت پیامبر خدا گفتند به مطلقون فی نار گفتند و در آتش دوزخ هستند. زنی که روزه میگیرد، شب تا و روز نماز میخواند، ولی همسایه ها که از دست این زن نابسته که اگر در متن حدیث هم که زنان آمده باشد این با مردان تعلق دارند. اگر مردهایی که در مسجدهای ما و شما 5 وقت نماز میخوانند، روزه میخوانند، ولی همسایه ها که از اونها خفه باشند، از پیامبر خدا جواب میکنه که بزن داده بود با مردها همون جواب است. ولی برادر عزیز و گرامی، پوشیدن نماند نسبت زنها پیامبر خدا ناقص العقل گفته است، یعنی در عقل اونها در زینه پایاتر از عقل مردها میستند، مردها با عقل ترند. ولی شما هم وقتی میبینید که زنهای شما با همسایه هاتان جنجال میکنند یا میبینید فرزندان شما با همسایه ها جنجال میکنند
مرد محترم، خدا این عقل و این جسارت و این بازوی با قوتی که برای تو داده است تا هم در پهلوی زن و فرزند 20 ساله با همسایه جمع نکن. تو کوشش کن که پیش راه نهان زن را بگیر، اینجوری پیش راه فرزند را بگیر تا که فردا در پیشروی خدا در تجارت نمانی. اکثر جنجال‌هایی که برادر عزیز امروز در بین همسایه‌داری هاست، باور کنید قسم و بزرگی خدا اکثر اونها برای من یک طریقای دنیا هست. یکان در این بخاطر خدا نیست، یکان جنجال‌ها بخاطر پیشروی دین نیست، یکان جنجال بخاطر اون نیست که همسایه من دخترش اگر قیبان نداشته باشد من اون دعوتی در قیبان کرده باشم و جنجال شده باشم، یا همسایه من نماز نخواند و من باید دعوتی در نماز کرده باشم و همسایه من بخاطر نماز بخاطر سرد دختر اگر جنجال کرده باشد، این جنجالات کلا در ما نیست. و حتی ما همچنان شخصان واقعیت هم کم دریافت می‌کنیم که حتی پهلو بودنیش دعوت در راه خدا کنند، کم دریافت می‌کنیم. بسیار اینا فکر می‌کنند که این فقط همون وظیفه ملاهاست، فقط وظیفه همون کسایی که امروز منبر دارند مسجد دارند، نه دارند. برای اکثر جنجال‌هایی که امروز در همسایه‌داری ما و شما بشود، باور کنید برای یک وجب زمین، برای یک وجب زمین انسان‌ها جنجال کردند با همون قهرگی بوده رفتن حاضر در زیر خاک است. برای یک وجب زمین خدا رحمت کند خواجه حافظ میگفت هر کی را خوابگاه آخر و دو مشتی خاک است، دو چه حاجت که بر اخلاق کشد ایوان را. دو وجب خاک جایز است. اینقدر جنجال‌ها، دلسیاهی‌ها، غیبت کردن، حسد بردن، کینه ورزیدن، دشمنی کردن نسبت همسایه‌ها. آخه می‌دانید چقدر شما را در روز قیامت بربخت می‌کنند، چقدر شما را به نام خدا از کین الهی خورد ندیده شما در پیش خدا می‌ترسید میشه وقتی اگر این گونه رفتارهای نادرست نسبت همسایه‌ها. حتی جوانان عزیز شما می‌بینید پدرها و مادرها با همسایه‌ها جمع می‌کنند، شما کوشش کنید پدر مادر را نصیحت کنید، شما پیشی را جنجال‌ها را بگیرید. برای از حقوق همسایه‌ها همین است که ما قاعده ما همین است که با همسایه همیشه سلام علیک داشته باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هرگاهی که همسایه ها را دیدید برادر عزیز، ساعت که روبرو شدید یا در کوچه دیدید یا در شهر دیدید، هر جایی که دیدید پیامبر خدا گفتند چنان سلام کن که از سلام تو همسایه لذت دارد. سلام همسایه از سلام غیر همسایه فرق کند، یعنی سلام غیر همسایه از سلام همسایه فرق کند. حتی سلامی که با همسایه می‌بینی باید چقدر باز لذیذتر باشد، شیرین‌تر باشد، با خواه‌های گشاده باشد. اگرچند امروز اکثر سلام‌های ما و شما را ببینید همش برغرض است و مقصد است. بعضی‌ها چنان سلام می‌دهند که حتی سلام امر علیک گردانیده را دیگر خودشون نمی‌دهند. چنان یک روی ترش، چنان یک خلقای انداخته، چنان یک ناراضگی در اون انسان می‌بینی که حتی انسان دیگر در جواب سلام دادن هم رغبت پیدا نمی‌کند. برای شما با همسایه‌هاتون همیشه اول بسیار با آدابانه السلام علیکم و رحمت الله، حتی تا کودکاشون را سلام دهید، تا کودکای همسایه را سلام دهید. صاحبای کتاب خدا رحمتشان کند غزالی در کتاب این العلوم شده وقتی شما خانه اندازه کوشش کنید که همون آبی که از بالای خانه شما جمع بشود حتی در خانه همسایه نریزد. کوشش کنید حتی همون آب در خانه های خود نریزد. یعنی تا چه نازکی‌های را راه‌ها جستن که
تا که بین همسایه ها رجالت باشد. حضرت عبدالله بچه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی میگه در خانه دشمن در گوش خواست که با سیاهای روزن خامتلا شدن، اول میگه دست دشمن در گرفت و در دست خادمی خود داد گفت برده در خانه همسایه من ده بود. حالا که همسایه عبدالله ابن عمر غزالی میگه یهودی بود. ببین اولین خدمت میگن از همسایه یهودیش آغاز کرد. امروز ما در پهلوهامون یهودی گونه داریم، ما آرزوی یهودی هم داریم. از یهودی همسایه شدن در برای خبرستان و زندگی به فهدار رو خوب رفت دارم، ولی در پهلوهای ما آدمای الحمدلله که مسلمان ایماندار خداترس با تقوا همه مؤمن مسلمان، ولی چنان معامله در بین ما و شما هستید. خدا داماز که بین دوست و دشمن ایزانی برای معامله نیست. شما خدا تا خلاصه برارید، شما خدا تا امروز چشما را کشانه جوید. دشمنهای سخترین ما و شما حتی بعض وقت همسایه ها مانده است. یک زمانی گذشته بود خدا کو زمانها را نیاورد دیگر خدا. همیشه ما باید که همیشه باید دعا کنیم که همه سختی ها را وظیفه گیریم و ناآرامی را هیچ وقت تمنا نداشته باشیم. ناآرامی بسیار ناخوبی ها دارد. امنیت بسیار نعمتی کلان است. یک زمانی رو ببینیم در ما و شما گذشت یک قسم ما و شما را وهابی میگفتن، بابچی میگفتن، یک قسم ما و شما را یوچی میگفتن. همسایه ها باور کنید در دستاشان قلم، در دستاشان ورق نویسنده کیه ها، حالا که کجاست همون کنی همون وهابی کنی همون چیزی که اونا گفتن کنی همون را. روزها ماها سالها گذشت همش نمایان شد چی و چی نبود، ولی همسایه ها را در کدام راههای بده دوارد، در کدام راههای بده کشیده بودن. همسایه برادر است و عزتش قسم برای این تهمت کردنی، ولی فردا قیامت پیش برادر جواب کنی است. همسایه داره باید نباشد. همسایه داری باید همچنانی باشد که در خانه نباشید، حتی از حساب همسایه های خوب تصور کنید که خود در خانه هستند. همسایه های خوب که باشد، همسایه های نیکبین که باشد، همسایه های دوستان خدا و رسول که باشد، از خانه های خودشان از خانه دیگر بسیارتر نظارت میکنند، نگاه میکنند، اهمیت میدهند. ولی امروز ببینید یک حدیث از پیامبر خدا آمد است که پیامبر خدا گفتند اصحابش جمع کرد و بعد گفت من تقولون فی زنا، درباره زنا چی میگویید؟ پیامبر از اصحابش پرسید درباره زنا چی گفتنی دارید؟ قالوا فهو حرام الی یوم القیامه. بعد اصحاب گفتند پیامبر خدا این زنا خدا در قرآن گفته است ولا تقربوا الزنا، و از زنا نزدیک نشوید، زنا حرام است. اصحاب گفتند حرامی زنا تا روز قیامت است، یعنی حرام است. اگر شد امروز دادره از این باز تحقیل میکنم، من دو اطراف زنا مسئولیتی که داشتم برای شما گفتم گذاشتم، ولی باز میگویم دادره از این روز به روز امکانیت برای زنا کردن باز محیاتر میشود. احتیاط کنید، کوشش کنید که در این راه حرام نروید، کوشش کنید که آبروی خواهر مسلمان و آبروی خود را در پیش خداوند نریزانید. با یک ساعت یا 2 ساعت گویم به نام استراحت، به نام معیشت، حالا که معصیت است نه معیشت است. شما آبرو را نریزانید، شما یک عنوان ایمانداری مسلمانی را از دست می‌دهید. هفته گذشته ما ورزشگاه رفتیم
که نیت ما زیارت یک برادر بود که از این راه دور آمده بودن، با ما همسوغه شدن بود. وقتی که کسی جانب بغداد می رود، خدا دانا است چی دهشتی در لبهای همون آب بغداد است، چی دهشتی هست. دختران مسلمان ما و شما رو ببینید، با خدا قسم بغیر سینه‌بند و بغیر آن چیزی که عورت دیگر شما دیگر چیزی در بدن نیست. تا جای رفتیم تو گلی میدان میکرد تا همون بالا ما رفتیم، چی دهشت در همون لبر همون دریای بغداد است. پیامبر خدا پرسید چی میگوید در حق زنا؟ گفتند حرام است تا روز قیامت. برادر عزیز، کوشش کنید دخترها را نظارت کنید. دیروز حدیث خانم از طبرانی که پیامبر خدا گفتند السحاب بین النساء زینا بینهن، همجنس با همجنس در یک جایگاه خواب کردن زنا است بین زنها. حتی دو زن اگر در یک جایگاه خواب کند، اسلام امر میکند که شما با اعضا تعلق نخوابید. که من کردن اسلام رو اینه که امروز عالم زنها و زنها و مردها و مردها یک جای شد. شما پیش رای خواهرها و دخترها را گیرید. گرفتن به معنای ما که شما در لباس شما نظارت کنید چی میپوشند. پس صحابه چی گفتند؟ گفتند پیامبر خدا زنا حرام است تا روز قیامت. از راه پیامبر گفتند لأن یبنی الرجل بعشر کسوة ایسر علیه من ان یبنی بامرأة جاره. گفتند زنا حرام است، ولی اگر مرد با 10 زن زنا کند عذابش کمتر است از اونی که با یک زن همسایه زنا میکند. اگر با 10 زن یگان انسان بی سعادتی اگر زنا کند، که شما میدانید زنا چی جرم وزنی است، چی مقدار عذاب دارد. پیامبر خدا گفتند 10 زن بیگانه در عذاب برابر شدن میتواند با یک زن همسایه. این واقعه ها را من در باب زنا خوانده بودم که بعضی از همسایه ها را در نبودن شوهرهاشان استفاده بودند. ببینید همسایه داری ها را. حضرت عبدالله بن عمر برای یهودی گوشت روان می‌کرد. حق همسایه داری را نسبت یهودی روان می‌بیند. مسلمان از خواهش حرام می‌کند، در حقش خیانت می‌کند. برادر عزیز، دیگر اگر زن خواهد، اگر اون زن حتی آمده در پیش تو کچه جلوه کرد، آقای ایمان تو در کجاست؟ دیگر اون زن اگر همون نوجوان مرد که 5 سال و 6 سال دنبال رسیه اگر دست نزد زنش هم میآید ولی مجبور میشود که زنا کند، اگر چند که باید خواهی عزیز مجبور میشود باید صبر داشته باشد، طاقت داشته باشد. وقتی باید حتی آمد پیشکش کنه برای زنا، پیامبر خدا چی گفتند؟ گفتند هر وقتای زنی آمد و طرف تکلیف بر زنا کرد، برادر عزیز، آدی همین جمعیت آدیره وقت نمیدونه که تکلیف بکنن. تکلیف کردنشان آزد که با تحقیق تلویزیون شده است، رقمهاشون هست بود، همون تکلیف کردن است. آزد در کدام هم بر طریق تلفن یا بر طریق جاهای مخصوصی که هست، مثلا دعوت دارم بیاری همه شرایط آماده است زنا کنه. وقتی که اونها شما را هم دعوت کنن و تو در
بنابراین سخن او زن گویی که این اخاف الله، من از پروردگار می‌ترسم، من زیرا نمی‌دونم. پیامبر خدا گفتن تو روز قیامت در زیر سایه عرش پروردگار هستی. حتی دید دارای پیشکش رو می‌کنن. شما رفت کنید برادر عزیز. در دوام پیامبر خدا گفتن من تقلا فی سریخم، در باره دزدی چی میگوییم گفت؟ از صحابه‌اش پرسید. اصحاب گفتن فهی حرام الی یوم القیامه، دزدی هم گفتن حرام است تا روز قیامت. پیامبر خدا گفتن لعن یسرق الرجل من 10 ابیات ایسر علیه من ان یسرق من جاره. اگر انسان از 10 خانه بیگانه دزدی کند، پیشگاه خداوند و گناهکار بشود، عذاب ببیند، سبکتر است از روز که یک خانه همسایه دزدی کند. پس این حدیث ها در واقع چی میکنند؟ در واقع از احترام همسایه میکنند که شما همیشه کوشش کنید برادر عزیز در همسایگی پیامبر خدا، در همسایگی حضرت عبدالله بن عمر، در همسایگی حضرت ابوبکر صدیق، در همسایگی حضرت امام ابو حنیفه، بسیار شخصانی نابود، بسیار شخصانی آزاردهنده سکونت داشتند، ولی حضرت‌ها در آنها صبر می‌کردند، همه مشکلات‌های آنها را پشت سر می‌کردند، تحمل آنها، بردباری‌های آنها، گوییم که نیکی‌های آنها بسیاری از آنها را مسلمان کرده است. برای ما برادر عزیز در اطراف همسایه‌ای که در یک دین، حتی در یک مذهب، حتی بسیاری از همسایه‌های ما شما از خود همین ملت تاجیک است. حالا که در اسلام ما و شما ما ملت نمیگوییم، هر کسی هست نیست بنده خدا هست، خدا را بشناسد، او برادر ما و شما هست. حدیثی که من جمعه گذشته خوانده بودم، حدیث اطراف حضرت ابی هریره بود. حضرت ابی هریره از بین اصحاب است و وقتی پیامبر گفت من یحمل عنی هذه الکلمات، که از من این 5 کلمه را قبول دارد، حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه از جای خود ایستاد و گفتن من قبول دارم. چی از پیامبر خدا برای ما بیان کرد؟ روز یک برادر اینجا آمدن در نماز شام که ما حدیث خوانی داریم، از کدام شخص شکایت کردن که او شخص حضرت ابی هریره را در شام دادن. ما گفتیم در مکتوب بنویس، نصیب باشد ما سوال جواب داریم و چی در شام میکنند، بعد از شام او چی واقع میشود، برای چی در شام میکنند، چی مقصد دارد، خدا خواهد بیان میکنید. مصیبت رو ببینید، پیامبر خدا تأکید و تأکید است که اصحاب من در شام نبینید، این به ناموس، این به سعادت صحابه پیامبر را در شام میکنند. شخصی که در بین اصحاب در روایت از حدیث از عمل نفوذی بلند دارد. 5400 حدیث از حضرت امام ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت است. انسانی که اصحاب صوفه بودند، حلقه داشتند که بجز ذکر کار نداشتند، امروز یک حدیث باید در شام میکنند. با جوانان ما و شما در برابر در شام همون چیزی بیان کردن نمیتوانند. حتی پیش راش هم فکر میکنم حیرتی ندارم که گیرند. حضرت ابی هریره رضی الله عنه
پیش پیامبر و حضرت دیگر دستی مرا در دستش گرفت گفت یکم اتق المحارم تکن اعبد الناس. یکم گفتن از حرام دور باش، تو خوبترین بنده خدا هستی، تو عابدترین بنده خدا هستی که من درباره معلومات شما داشته دادم. دوم ورزه بما قسم الله لك تكون اغنى الناس. ابی هریره گفت دوم آن چیزی که خداوند برای تو مقدر کرده است در تقدیر خود راضی باش و آنچه خداوند از مشکلات و موهمات و از هر چیزی که برای تو میارد تو راضی باش، تو هستی پایه‌ترین مردم. سوم پیامبر خدا گفتند و احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلم. آن چیزی که برای نفس خود دوست می‌داری، برای نفسی یعنی برای برادر مسلمان دوست بدار، این چی است؟ این نشانه مسلمانی توست. چهارم حضرت گفتند ولا تکثر من الضحک فإن کثرة الضحک تنبت القلب. چهارم بسیار نخند، زیرا خنده زیاد دل تو را می‌رمد. پنجم آن چیزی که در این موضوع ما و شما وابستگی دارد، پیامبر خدا گفتند و احسن الی جارک تکن مؤمن. چهارم گفتند واسه همسایه خدمتگار باش، میباشی مؤمن. برادر عزیز ببینید مؤمن، شما میدانید که حتی بعضی از دوستای خدا مؤمن مقام که از مسلمان و بالا میدانند. مؤمن یعنی ایمان از اسلام بالا میدانند. اقایدان ما و شما در ایمان اسلام هم مثل شیرم و گوشت نمیرند. ولی پیامبر خدا میگوید اگر تو واسه همسایه‌ات نیکویی کنی تو هستی مؤمن. مؤمن هستی. وقتی که تو اگر مؤمن شدی با نیازیست. ببینید پیامبر خدا میگوید والذی نفسی بیده، قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا. جنت داخل نمیشود مگر آن کسی که ایمانی به خدا دارد، مگر آن کسی که مؤمن است. مثلا جنت برای مؤمن است. مؤمن کیست؟ آن کسی که به خدا ایمان دارد، به محمد ایمان دارد، و دیگر پیامبران ایمان دارد، به روز قیامت ایمان دارد، به تقدیر نیکی و بدی ایمان دارد، و زنده شدن بعد از مردن ایمان دارد. این را میگن مؤمن. همون مؤمن تو هستی وقتی واسه همسایه خودت اگر چی باشی، نیکبین باشی، خوشبین باشی، اگر خدمتگار باشی. برادر عزیز و گرامی، در یک غزوه پیامبر خدا میگوید عسکرهای زیادی جمع کرد که مردم میل داشتند که در غزوه‌ها اشتراک کنند، در میدان‌های جهاد اشتراک کنند، شهید شوند، در پیشگاه خدا عنوان شهیدی را گیرند. بار دیگر پیامبر خدا در بین عسکرها گفت در بین عسکرهای من آیا کسی هست که در حق همسایه ضرری رسانیده باشد؟ گفتم چرا پیامبر؟ گفت کسی که اگر در بین شما نفری باشد که همسایه را آزار داده باشد، من او را همراه خود در نظر میگیرم. میگن یک شخصی مسلمان بود در اونا هر کاری که میکردن در و آشکار میکردن، بیان میکردن تا که حل او را پیسر از جانب پیامبر خدا با کدام راهی که نباشد روبرو شدن. گفتن پیامبر خدا من یک بار از بس که بیمار بود و پیشاب برداشتن نمیتوانستم در دیوار همسایه پیشاب کردم. پیامبر خدا گفتن که خوب نشد که اگر تو برادر عزیز در
تو در حق همسایه الله کردی، ناراحتی رو پیدا کردی. پیامبر خدا میگوید همسایه در قابل ما چنین حق‌هایی دارد، چگونه که زن برای مرد حق دارد، مرد برای زن حق دارد، همچنان همسایه برای ما چه حق دارد؟ یکم هر وقتای بیمار شود خبرگیری در نکن. هرکی همسایه برای ما چی بود است؟ یکم وقتی بیمار شد از حال ایشان پرسان کنیم، پرسان نشیم که خوب شد که بیمار شد. دوم حقی که همسایه برای ما دارد وقتی از دنیا گذشت در جنازه ایشان اشتراک کنیم. سوم هر وقتایی که اگر طلب قرض کردن و آنها موافق آجیده آن امکان که داری به آنها قرض ده. همسایه هایی که نزد خانه ما و شما میآیند مشکلات دارند، مهمات دارند و چند مبلغی از ما و شما قرض میخواهند، ما باید که قرض ایشان ادا کنیم. ندارا نگوییم، زیرا کسی که اگر امکانیت قرض دادن دارد و همسایه از جمله همسایه هایی هست که در این جور خیانت نمی‌کند، مثلا گرفته مبلغ و یکان جا خیانت نمی‌کند یا مبلغ در یکان کارهایی که خیلی ضرورت دارد و پیدا شده است صرف می‌کند، آدمی با اعتماد است، آدمی با باوری است. وقتی اگر در این خیلی انسان‌ها اگر ما قرض نداده همون نداره که میگوید خداوند همون نداره ما بالا می‌آورد. در مثلا قرض دادن هم برادر از امکانیت ما باشد باید قرض ده. اگر پولدار باشی قرض نده، همچنان کمک شد، همچنان برای احترام همسایه به خاطر خدا همچنان مبلغ خودش خدا خواهد در همون مبلغی که تو برای همسایه دادی او دعای خیر میکنه، خدا جای همه را باور میکنه. در سید خاطر میگذارد که یک شخص داریم کارش همین بوده است، مردم از قرض میدار است، بعدا به خدمتداراش میگفته است که اگر کدام اولین ها آمدن و گویند که ما پول دادگی این سرداری تو را رهبری تو را گرداندن نمیتوانیم، از جانبی من همون قرض با آنها میبخش. دیگر داریم کارش همین بود میگه. بعدا پیامبر خدا گفت این کار میگه در قبیله ایران اسرائیل شده بود. بعدا وقتی این مرد میگه از دنیا گذشت، پیامبر همون زمان میگه همون مرد در خواب دید و خدا به او گفت که ما با این بنده این گونه معامله کردیم که این معامله را به تمام بنده های خدا بیان کن تا که شاید که این بیان تو درس برای دیگران شود، شاید همسایه ها از این کار این مرد عبرت بگیرند. بگر وقتی که به خانه قبر رفت ملائکه ها بسیار استقبال او بگرفتند و گفتند که تو که از قرض آن بندگانی که امکانیت نداشتند تو که چشم پوشیدی، تو که رحم کردی، تو که مغفرت کردی، پس پروردگارم همه آن کمبود و گناهی که تو داشتی همه گوش مغفرت کرد. برادر عزیزان گرامی، ولی همسایه های ما تا جای قرض دادن با پرسید رو میبندن. قرض یک طرف، قرض دادن که این خوبی های زیاد در بنده های خدا میارد، این نشانه ایمان
و جای قرض دادن ثواب گرفتن ما در قرضها و قرضه نبندیم. سیوم حقی که همسایه بالای شما دارن وقتی که از شما قرض کردن برادر عزیز شما چی امکاناتی داره؟ اگر 100 گفت 100 داره 50 شده، 50 گفت 50 داره 20 شده. یعنی کوشش رو که از خانه به همون آدم نامه نبراید. زیرا پیامبر خدا گفتن الید العلیا خیر من ید السفلی. دستی بالا یعنی دستی دهنده بهتر از دستی گیرنده. خدا اگر دستی تو را دهنده کرده است، دستی تو را بالا کرده است، این خوب خوشبختی برای است. اگر این انسان‌هایی از نزد دروازه تو نامید شوند، پس تو در دارایی خداوند کفران نعمت کرده اید. سوم پیامبر خدا گفتند چهارم حتی که همسایه بالا ما دارد برادر عزیز ببینید که در بدن زنهای خود لباسهای خوب بچه‌های خود لباسهای خوب ولی همسایه در پوشیدن لباس در دریافت کردن لباس انگیزی دارد. چهارم حق علمی است که ما همسایه را از لباس تامین کنیم. اسلام را ببینید و چیها ما را سفارش میدن. خدا را ببینید در کدام کارهای ما چه راضیگی میدهد که ما خدا از او زیارت داد چنان غیرت میدهد حکایت میکند که ما همون لباسهایی که برای خودمان زیبایی‌هایی که برای خودمان خواهان برای همسایه‌ها ما خواهان باشیم، برای فرزندان اونها ما شما خریداری کنیم. و خدا قسم خوب این مدارد است که وقتی من برای فرزند خودم چیزی می‌خرم که فرزند من از او خسرت می‌شود و در برابر از همون چیز اگر تو تکرم و حالا همسایه من دیدم چقدر ایمان ما را کافیش ببینید چقدر همسایگی موضوعیش برکات فایز در واردان ما و شما بشود. یکی کم است میگم خیلی کم است انسان‌هایی که در ذهنش این باشد که آن چیزی که برای خودش می‌خرد اگر مثل خودش هم که نخرید یک کم و بیش توجه در خانه همسایه‌اش داشته باشد. پنجم حبیب خدا گفتند هر وقتای خرسندی اگر خانه همسایه آمد تهنیت گفتن تبریک گفتن در گردن شما است که شما آنها را تبریک گویید. با فرزند رو جا می‌آورد، خواه عبارتی نمی کند، خواه ماشینی نمی خرد، هر چیزی که از خوبی‌ها در خانه همسایه رسید ما باید که آنها را تهنیت گوییم. دیگر حقی که همسایه بالای ما دارد مصیبت آمد در مصیبتش مصیبت زده باشیم، ما همدم داشته باشیم، ما هم دلسوزی داشته باشیم. دیگر حقی که پیامبر خدا گفتند خانه‌ها را از خانه‌های همسایه بلندتر نسازید تا سد راه شمال به خانه همسایه بشود. خانه‌ها را بلند نسازید. پیامبر گفتند حتی خانه‌ها را از خانه‌های همسایه بلندتر نسازید که تا که سد راه شمال شود. ببینید همون شمال را که ما خود ما بلندی‌ها را می‌سازیم و استفاده می‌بریم وقتی همسایه‌های ما از شمال که محروم ماندن ما پیش خدا در گناهکاریم. برادر عزیز حالا شخصی که امروز خانه می‌اندازد خیلی معلوم دارد که پیش راه شمال را می‌گیرد، اذیتی در همسایه می‌شود، فرقی ندارد. زیرا در دوام حدیث گفته است که دیگر بدبختی آشیانه‌های بلند ما این است که ما خانه همسایه‌ها را نگاه می‌کنیم اونها بی‌حضور بشوند. البته مثلا وقتی که خانه ما بلند که شد از بالا که ما را بعد نمی‌خواهیم خانه را داخلش تماشا کردن بگیریم. حتی نظر کردن به اجازت خانه‌دار هم پیامبر خدا چی گفت؟ حق
خبرداری کنید و برای خانه های همسایه ها هم برده رسانید. لیس المؤمن پیامبر خدا میگوید بالذی یشفع و جاره جارع الی جنبه. مؤمن نیست آن کسی که خود سیر باشد، خود از لباس تامین باشد و همسایه‌ای در پهلو باشد و درسته باشد و بی‌لباس باشد. تو مؤمن نیستی گفتن. لیس المؤمن. ایمانت کامل نیست. ایمانی مثل همون نوعی زبانی است. وقتی اگر شکمی خود سیر بدن خود پوشیده ولی در پهلو در همسایه تو از بی‌غذایی و بی‌لباسی اگر اونها مشقت می‌برند، این چی است؟ این هم نشانه به ایمانی ما و شما را، نشانه کامل نبودن ایمانی ما و شما را خبر می‌دهد. برادران عزیز و گرامی، حدیث در این بابها خیلی زیاد اطراف احترام همسایه ها و قدر همسایه ها رسیدن در کتاب ها خیلی زیاد درد شده است. فقط برای شما حدیثی که خیلی تحقیق و تحقیق بود که والله لا یؤمنون والله لا یؤمنون والله لا یؤمنون، قسم به خدا که ایمان ندارد، قسم به خدا که ایمان ندارد، قسم به خدا که ایمان ندارد. اصحاب گفتن خوار و ذلیل شد، کیست پیامبر خدا؟ حضرت گفتن آن کسی که همسایه از بدی بود در امان نیست. این کسی گفتن ایمان ندارد. پس ما در اینجا اطراف احترام همسایه حسن خاتمه میبخشم و گویا نقطه می‌گذاریم و دیگر شما را حواله و سوی آن میکنم که همه شما در پهلوات و همسایه ها دارید. کوشش کنید در همسایه داری ها تا بین یکدیگر ملال نباشید، یار و رفیقی داشته باشید، مهر و محبت داشته باشید، دوستی داشته باشید. روزهای سخت همسایه روزهای سخت شما باشد، روزهای خوب همسایه ها روزهای خوب شما باشد. و هر یک نوآوری که در همسایه های شما می شود، هر بیهودی هایی که در خانه های همسایه های شما می شود، شما غمگین نشوید، شما قهرآلود نشوید، شما دشمنی را پیش نگیرید، شما راه‌های نیش‌دار را برای خود اختیار نکنید، بلکه همیشه در حق ایشان دعاگو باشید. گویید که خداوند برای آنها چنان انصاف دهد که ما که از جمله فقرا و نادارها در قبر ایشان هستیم، از حال ما هم آنها خبرداری کنید. این از وظیفه هر یک مؤمن و مسلمانی که در پهلوی خود همسایه ها دارد. حتی پیامبر خدا در دعای خود از همسایه من پناه طلب می‌کردند که خداوند را پناه طلب می‌کنم و سوی تو از همسایگی که من در پهلوی خود دارم. برای ما تا حد نرسانیم که حتی در دعاهامان و سوی خدا دعای بعد در حق همسایه کنیم، به خاطری که آن مشکلات و آن مشقت‌هایی که بالای همسایه می‌آید. همیشه خیرخواه باشیم و همیشه دعاگو در حق همسایه هامون باشیم. خداوند همه شما را عمر دراز دهد، همین صحت نصیب گرداند و خدای مهربان خواهان او هستم که بگذار در همسایگی بسیاری از شما دیگر ملت‌ها هم زندگی می‌کنند. برادر عزیز، من برای شما باز بیان می‌کنم که در پیشگاه خدا آن کسی محترم است که از خدا می‌ترسد. برای کدام پهلوهای شما را از کدام ملت نباشد، از کدام دین نباشد، شما حق همسایه‌داری ها را به جا بیارید، در حق ایشان همیشه خیرخواه باشید، هیچ وقت نیتی بد در حق همسایه ها نکنید. چگونه پیامبر خدا گفتند
کسی در آینه یک برادر دعای نیک میکند، ملائکه ها در حق او همون دعا را میکنند. شما حتی در آینه همسایه هاتان در حق همسایه هاتان دعاهای خیر کنید. خداوند در حق شما، ملائکه های او در حق شما دعاهای خیری را انجام بدهند. اینجا یک برادر عزیز ما در بیرون از ما بسیار خواهش کردند که من یک جمعه یک برادر عزیزم یک دامدار محترم در باره اشاره صحابه گفته بودم که شما در این مسئله شک نشوید. در برداشتن انگشت اشهد ان لا اله الا الله پرداختن طریقاش را بیان کرده بودیم. برادر عزیز نامتان ملا است، نامتان ایشان است، نامتان هر چی باشد نصیبتان کند، ولی در مسئله هایی که شما خودتان سواد ندارید، علم ندارید، با چشم چیزی را ندیدید در کتاب، شما مقابله نکنید. مسجدها را جای جنگ و جای نافهمیان قرار ندید. برای همین برادر عزیز از ما گفتن که خیلی اون داملا ناراحت شده است که ما چیز سختی نگفته بودیم، ما فقط نصیحت کردیم که داملا عزیز موضوع شما این نیست. شما که در باب حدیث شاید علمتان نرسد، شاید حدیث ندیده باشید، خوب بشد که شما اگر همچه یک فرزند من همچه داملا نه، همچه گوی ملا نه، همچه یک برادر یک فرزند خودم آمدن رو راجعت کنیم، گویی که در اطراف همین مسئله داملا چی گفتنی داری یا برادر عزیز چی گفتنی داری که ما در مسجد ما چند جوانی داریم که انگوش شورنده بردارن، همانا را پیش کنیم یا اینکه یکان سخنی سخت کنیم یا همین موافق که مذهب ما هست یا نیست. شما از ما پرسید خدا خواهد آن چیزی که من میدانم، آن چیزی که من خوانم، آن چیزی که من دیدم برای تو معیم نه برای تو میرسانم، برای تو میگویم تا که دیگر فراری بین شما و بین اون برادران نشد. اگر هر چیز سخت گیری داده ندید این جوانان از این عمل نمیکردن. من برای تو میدونم که هیچ وقت اینها آن چیزی را که سنت قبول کردن، آن چیزی را که اطراف او شنیدن، اینها با سختگیری تو از این عمل شانه عملی نیست که شما مثال گوید که ناراحت کنند. دامای عزیز، برادر عزیز، کاری است که امام ما کرده است، کاری است که پیامبرش خدا کرده است. چجوری مثال شما را ناراحت کردن است؟ شما را ناراحت کند جوانایی که مسجد نمیآیند، شما را ناراحت کند جوانایی که بی‌تقدیری میکنند، شما را ناراحت کنند خواهرهایی که گوییم کوچه‌ها را افلاس کردند، اینها شما را ناراحت کنند. یک سنتی را که وای مثال میخواهد زنده دارد، یک سنتی را به خاطر سنت پیامبر برداشتن، اینقدر شما را ناراحت کرده است. برای اطراف این شما سخنوری نکنید. دیگر بعد این مسئله باز سختگیری‌ها زیاد شده است. موسی صاحب حاجی میگرد باید شما بگید من نگویم، انشاءالله من نگویم، باز بگویم و مسئولیت دارم، به خاطر مسئولیت رو میگویم. باز در این قانون شده همون جوانهایی که سر روز نماز میخوانند اونا را از مسجد پیش کردند. جوانای عزیز، تا این روز ما کسی را سر روز دختر نماز نخواند گفتیم و نمیگوییم، ولی برای سر روز دخترها همیشه گویا هستیم و همیشه میگوییم. برای سر روز شما اگر در مسجد که میبینید خیلی سخت‌روی است، خیلی تنگ‌روی است، شما را چشم دیدن ندارد، دخترهای عزیزان عربچی باید سفر کنید، به خاطر که از مسجد نمانید، به خاطر که مناولی بین شما نشد. ولی ما حتی به این مسئله سختگیری نمیکنیم، زیرا مسئله به سختگیری نیست. من باز میگویم هر یک جوانی که نماز میخواند، محبتی به مسجد دارد، بیا جوان عزیز
سر روز میخوامی، آستین کفته میخوامی، مرحمت مسجد مکان است، مسجد خداست، جای هست که اینجا در هیچ کس حقوق نداره شما را من سازد. یگان تا تو حقوق نداره که کسی را گویی که سرتکوشان یا آستین تا دراز کن، برادر نماز تا بخوان، خدا تا یاد کن. در همین حدود مسجد تا وقت من هستم من جوابگر، شما جوابگر نیستید. و یگان جواب چقدر شده جواب را بیزاره نمازهاشون هر خیلی که میخوامند دادر عزیز خانه. اگر تو جواب دلسوز باشی و بغیرت باشی، بیرون جای توست، بیرون جای دعوت است. کوشش از بیرون جواب را مسجد بیار. من بسیار دیدم شخصانی را که اطراف سر روی آسین کلته صحبت میکردن ولی غیرت درباره سطر زنها صحبت کردن ندارد. بسیار از دیدم درباره سطر زن گپ نمیزنند، برای که درباره سطر که گپ زنند کم کم فشار میشود، کم کم دقت میشود، کشاکش میشود. خب ولی اینجا بچه ساده که فعلشان خوب شده است، آدابشان خوب شده است، بعد برای همینا مشکلات تا پیدا با ما واسطه دراز کرد. برای این جوانای از شما خانه نمازهای شما را خدا قبول میکنه. من شکر چنده که شاید در این موضوعی که من برای شما گفتم بسیاری ها شاید ناراضگی هم داشته باشم، ولی باز میگم که مهم نیست. ولی اگر شما سرحال و خوش دادره عزیز، من زیر نیستم، اینشم خوب، اینشم نیکی دارد. ولی همون برادر عزیز من باز تاکید میکنم همین دو مسئله را چکر نشد بچه ها، یکی اشاره یکی سریزه بیتا خواندن گیرن. ما حق من کردن نداریم. اکو سختمانه که از زیرا قبلا گفته دارد ما اکو سختمانه که هیچ وقت یه همشو برادر مسلمان مراجعت میکنیم که کسی رو که پیش راش مشتریم خیلی مشکلات ها هست این روز از مسجد ها من میکنن نهایم همینش بس است برادر عزیز. با تا ایکی جا پایی باشی دیرو با تو چه ایکی جا گرفتی حجت دلیل رو آفر نمیسه ما قابل سرمایت و اللهی که برای جنب خانم شدی نمیگو بنا از دلیلات حجتات بیار همیش فکت بیار گفتی همیش فکت چه بیار که همین حجتات من جنب خانم هرچی نمیگو کام فکتوی هم دلیلات تو بیاری من دلیلات خانم هر یک عباره بیاری برادر از من و عباره ندینم و حصر و رأسی الا تزدادن که بیاری زیرش حجت چه بیار به حجت نیار عباره خواهی نیار حجت تره بیار خدا فرمی خواهی باید مسیحت میکنه خدا نگه کن دارد خدا توفیق و هدایت ما و شما را بازم بیشتر کند خدا ما و شما را خدا ترس کند خدا دوستدار کند پیغمبر دوستدار کند قرآن دوستدار کند خداوند ما و شما را مسجد دوستدار کند از پروردگار مهربان خواهان هستیم که خداوند برای ما شما توفیق دهد که همیشه احترام همسایه ها را به جا بیاریم حقهای همسایه ها را به جا بیاریم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين. خب چی بودم؟ خب کوتاهن پسر بابای قاسم از ناحیه مومن‌آباد در وسیع بود از کلام دعا طلب کردند. از دوشنبه از محبس دعا طلب کردند. دختره که از باختر باشد و یک برادر از کوهدامن بابای مصطفی در سکرات بود از کار یک برادر رستم که فرزندش در فامیل برادر ما رستم فرزند در فامیل کسل دوست حوابت میکند خدای مهربان شکرهای کامل برای فرزند نصیب روزی بگرداند. از کوچه کویش یک ضعیف خب
حق شخصانی که در صندوق خیریه احسان کردند و در حق برادر ما حاجی دولت هم این روز مهمان‌هایی که از خوجان داشتیم، از شهر نو داشتیم، برادرهایی که از پایتخت داشتیم مهمانداری کردن. خداوند برادر ما حاجی دولت هم عمر دراز و تنی صحت و مادرشون که بیمار از خدا شفای کامل و شفای عاجل و خدا نصیب و روزی کردند. آمین یا رب العالمین. خب این هفته گذشته ما دوشنبه رفتیم برادرای ما محمدی، حاجی محمدی که با شکرفروش مشهور است، برادر ما حاجی سبحان، برادر ما احرار و برادر حاجی عبدالغفار خیلی برای آبادی مسجد 80 تخته همون که 200 روان کردن، 250 متر کوادراتی پلاستیک روان کردن، 400 متر کوادراتی فنرهای خیلی خوب روان کردن. مثلا تمام اون چیزی که برای بهبودی این ساختمان در کار است کوشش دارن روان کرده ایستادن. فقط از ما و شما خواهش کردن که در هر شب دعا کنیم خداوند خیر احسان‌هاشون قبول گرداند، عزتشون خدا در دنیا و در آخرت برام بگرداند و بشارت پیامبر خدا که برای بنا کننده‌های مسجد کوش که در جنت خدا نصیب می‌کند برای تمام آن بندگانی که از اول تا به آخر در بنای این مسجد سهم‌گذاری می‌کنند، دلسوزی دارند. خداوند از این بشارت بهره‌ورشان گرداند. آمین یا رب العالمین. خدا خواهد ما جمعه گذشته در اطراف سوالایی که ایشون خیلی زیاد است برای شما جواب می‌گردانم و بعداً خدا خواهد بعد او باز